اینجا ترمینال مسافربری شهر لاهوره. داریم میریم اسلام آباد. علی بیا یاد بگیر. عالیو مزه بوز میده. صندل گفتی مال کجاست؟ صندل مال مسیر کوهستانی است، دست به سنگ. ما داریم میریم اسلام آباد. اینجا ترمینال مسافربری توی شهر لاهوره. اومدیم داریم میریم اسلام آباد. تیکت هم نداریم، اومدیم تیکت بگیریم. الان ساعت 1. اولین بلیتی که دارم واسه ساعت 3. بعد یه اسپلیت اینجا روشن کردن، گفتن فعلا سر خودتون رو با این اسپلیت گرم کنید تا وقت بلیت. برای اینکه بتونید از لاهور یا هر شهر دیگه تو پاکستان سفر کنید، هم میتونید آنلاین خرید بکنید، هم میتونید به اینجا حضوری معمولا یه سال قبلش باید بیاید خریدتون رو بکنید، بهتون بلیت میدن، بلیت رفت و بهتون تگ بارتون هم اینجوریه. به تعداد کوله هایی که دارین تگ بار بهتون میدن، میچسبونید روی بارتون. اینجا خیلی سیستم رقابتیه، یعنی از مثلا 1600 روپیه برای یه مسیر داشت تا 3-4 هزار روپیه. نرخ فیکسی نداره، بسته به خدماتی داره که میدن. اینجا هم جزو خدمات نسبتا خوبشونه. 2060 روپیه بابت بلیت لاهور تا اسلام آباد ما پرداخت کردیم. ساعت 3 هم بلیتمونی که باید بریم اسلام آباد. وقتی منتظری تایم بلیتت برسه. خوابی یا بیدار؟ آقا برای چی خوراکی قایم میکنی؟ راز مبادا. آقای رجایی اینا رو قایم کرده بودن، معلوم نیست واسه کی، واسه کی، واسه چی؟ نه گوهد نه اینجا نه. برو دیگه. با همین الان رسیدیم اسلام آباد. هممون هم یه حال کثافت ریزی داریم. همه گوارشا به هم ریخته. این خانومی که این جلوی مقدار بیشتر به هم ریخته. Thank you. ولی همه به هم ریختیم. با هم نخورید. خب از اتاقیه که تحویل گرفتیم. یه درب مخفی داره اینجا برای این درب مخفی هست. ایشون هم که اینجا در نظر نگیرید، حالش خوب نیست. نسبتا مناسبش چی؟ غذا غذا برامون آوردن. صبح شما بخیر. اسلام آباد بارونی، مسیر ترکینگ داره اینجا اومدیم. هوا خیلی بهتر از لاهوره. اینجا هم دارم مثلا اون کرک درست کنم. کرک چیه؟ کرک تموم شد. چی پس؟ اینجا چای دوده است. دوده بره جایی. همچیزی دوده بره جایی. خب اینم ورودی مسیر تریلمون، هایکینگ تریل نمبر 5. Let's start. من حاضرم 555 کیلومتر تو این هوا راه برم، ولی 1 کیلومتر گرما نرم. به خدا من حتی حاضرم 555 کیلومتر زیر آب شنا بکنم ولی تو گرما نباشم، حتی 555 سانتی متر.
علی آقا شما هم حاضری 555 کیلومتر؟ جا گرم و خوبه، اینا همش جایی هست. گرم و بدن میده و شکم و بدن لافته. نکته خیلی جالب این که می‌بینید اینجا گذاشتن اولین ساین 1 کیلومتر مسیر ترک شماره 5. دستشون درد نکنه. این کیلومتر اولمون. ما یه استاد نوریزاده داشتیم اصفهان، این تجهیزات درس میداد، خدا خیرش بده. گفت صندل فقط مال کنار چادره نبینم تو این مسیره پاکوب بپوشین زیاده آسیب میبینه، کفش بپوشین. کفش استاد نوریزاده این شکلی بودن؟ صندلی پاکستانیشه. با مال تو ایرانه، پاکستان فرق میکنه سیستمش، آپگرید جدید شده. چه آها اصلا 1 کیلومتر نبود، 1/10 کیلومتر بود. 100 متر. گفتم چقدر زود گذشت. این الان شد 4/10 کیلومتر، 400 متر. فشار توی زمانی سدیم میگیره، سلول بارش مثبت میشه، یه دفعه پتاسیمش از دست سلول بارش چه گفت منفی مثبتش، یعنی با سدیم میره به منفی، با پتاسیم میره مثبت. نکته جالبش چیه؟ اینه که سرعت سدیم بالاه، پتاسیم سرعتش پایینه. سرعت افت چیز الکتریک. اساس کار از دولت. کلاس درس آقای رجایی. زیست‌شناسی در طبیعت. زیست شناسی آقای رجایی. قلبم داره ناله میکنه. Are we going there? That you talk about? We are going there. Actually, he has been there for 3 years. There's a girl in the way. She's coming. Tell her come faster. Come faster to the hub. Is she with you? Yeah. Which type of, She's with us. which color shirt? Black. Don't worry. We'll figure it out. Thank you so much. اینجا رسیدیم به بالاترین نقطه ترک 5 و خوشگله، هوا هم خوبه، ارتفاع 1000 متر. ما به اون سبک نمیریم، مثل خاطر برسیم. هرچی میکشیم زیر سرشون. استاد نوریزاده صندل گفتی مال کجاست؟ صندل مال مسیر کوهستانی است، دست به سنگ. سلام علیکم. ایران بهمون یه تهیه آب دادن اندازه 50 cc، ولی خب آب خودشون بود به ما دادن. بعدم اینا رو دادن به زور، گفتم آب بخورید. خودشون چوپونن اینجا، تعدادی احشام دارن اینجا بفرگرد. متشکرم. گفتن میخوای دستتو بگیری زیرش بخوری شیرشونو، شیر بوس. آقای رجایی میخوان امتحان کنن. رجایی میخواد بخوره. فاروم رجایی. فاروم رجایی. علی بیا یاد بگیر. بس عالیه. داغه عجب شیریه. عالیو. مزه بوز میده. بود شیره تو صندوق خورده میگه مزه بوز میده. من یه نفهمم تو صندوق بوزه.
سیر تازه دیگه، تازه تر از این وجود نداره. این نکته جالب میاد روی زانوهاش وقتی میخواد شیر بخوره. آقوی برم بابا، آقوی برم بابا. شکریه. الله حافظ. الله حافظ. اول پس یکی به فشارت. خب اینم خودم تو پایان مسیر ترکینگ ما. این برای شهر اسلام آباد. سلام علیکم. خب اومدیم فیصل ماسک، مسجد فیصل. خیلی هم زیباست، بسیار مناسب دما، حداقل گرم نیست. ساعت ها میتونن تو هوای آزاد قدم بزنن. یه میگه که قرار خیس بشیم. حالا سر من باور نمیکنم چینی بلدی حرف بزنم. یه بار دیگه تستم. آخه رفتم. اصلا باور نمیکنم چینی زبانی باشه که رو کسی نصب بشه. چطوری میدونی چینی حرف بزنی؟ تستم. مورد آزمایش باید قرار بدیم مطمئن بشیم از این چیز. با چینی به نظر من یه زبانیه که یا زبان مادریته یا زبان یا بلد یا نمیتونی بفهمی. یعنی اینجوری نیست که بری یاد بگیری چینی ها. آقا تست کنیم دیگه. یه چینی دیدیم تست. بابا من میدونم حرف میزنی. یه چینی دیدیم تستم. ولی میخوام ببینم. فوش داد، به خدا فوش داد. باد داره کفشا هم میبره. تقریبا طوفان شد. اینجا پله میخوره میاد پایین دور تا دور این فضا که اگه پیدا باشه که فکر نمی کنم چیزی پیدا باشه وضوخونه است. شاید باورتون نشه ولی الان ساعت 1 ظهره. قشنگ مثل فیلم ترسناک‌هاه. سلام علیکم و اومدیم نماز. خیلی صاحب سلام علیکم. من فکر کنم خیلی خوشگل و درست باشه اصلا تو این ویدیو ما غذا بخوریم. اینم اوستامونه. سلام علیکم. اومدیم طلا ببینیم که طلا بخریم. من از این بزرگان میندازم این که این بازیکن آزمونش رو پس بده. خاله میگه بشینید تا بیاد. یا بشینید بعد منو براتون بیاد. خب هنوز غذا رو پیدا نکردیم ولی ایشون آزمونش رو پس داده. استخون الاغ تو گلوم گیر کردن، چیز خاصی نیست. What is this? Veg biryani? Veg biryani. One dal with rice. But there's 2 dal with rice. Biryani, no. No. No biryani? No biryani. You told me. Chicken. Biryani, I no. asked you at the first. You have veg biryani? You told me yes, I have. درسته دیگه 4 تا ولی آورده. ये without chicken है. One dal. Wow. Without chicken. بارشتا. صندلی من وضعیتش خیلی خوبه. قیافه من تو طول کل امروز خوبصورت. آقا اینجایی که میبینی پیایه در واقع پاکستان اینترنشنال هواپیمایی اسمش ملیشونه، هواپیمایی ملیشونه
بعد 2 تا پرواز هفتگی از مستقیم از اسلام آباد به پاریس دارم. اینجا هم شهر اسلام آباد، بسیار شهر مدرن، تمیز، اصلا خیلی همه چی تر تمیزه، خیابون کشید خیلی در واقع مرتبه، بلوکه، اصلا خیلی عالیه اینجا. کره اصل آوردیم واسه بچهای ماشین باز، کره سوار. از خوبی زبان اردو و پاکستان اینه که شما حتی اینجا اردو هم نوشته باشن. آره این املت رو میفهمی، املته، بعد چیز املته، بعد هاف فرای و فول فرای داره، یعنی نصف سرخ شده و کامل سرخ شده. اینو الان خودمون تشخیص دادیم ما. خیلی جالبیه. این املتمونه، اینم چاپاتی بهش میگن. نه این نونه، چاپاتی نیست. پس چی؟ نونه. نان. خب این نونه. شاه نداریم. اینو بکنم من خیلی کم غذا شده، خیلی کم غذا. من که اصلا اشتغال ندارم کلا. روز اولی که روز دوم تقریبا. بعد خب یه روز چه کامل توی اسلام آباد بودیم. اسلام آباد و به پایان رسید این دفتر. اگه تا فردا بریم برنامه چی می‌خوام بریم ناران، برنامه بعدیمونه که بریم ناران به سمت شمال پاکستان. و این فضای اطراف هم جای خیلی خوشگلیه اینجا. فوق‌العاده است. اینم غروب باباتکری اسلام آباد.